پنجمین روز از آموزش چیزکیک های کافی شاپ پیچ، چیزکیک کارامل که درست کردنش هم مثل چیزکیک های دیگه اصلا کاری نداره و مطمئنم عاشق طعمش میشی. فقط کافیه یه بار امتحانش کنی. پس تا یادت نرفته سیوش کن تا با هم دیگه بریم آموزشش رو ببینیم. بیسکویتا رو با هر وسیله‌ای که داریم خورد می‌کنیم، کره ذوب شده رو بهش اضافه و خوب مخلوطشون می‌کنیم. برای درست کردن دیواره‌ها 2 قاشق غذاخوری از بیسکویتمون رو می‌ریزیم داخل قالب و مثل ویدیو خوب فشردهشون می‌کنیم. و بعد باقی مونده بیسکویت رو می‌ریزیم و خوب صافش می‌کنیم. شیر، پودر کارامل و ژلاتین رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم و می‌ذاریم روی حرارت و مدام هم می‌زنیم تا ذراتش حل بشن. پنیر خامه‌ای و پودر قند رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. خامه رو هم با مایع مخلوط می‌کنیم و همراه کارامل به پنیرمون اضافه می‌کنیم و دوباره خوب هم می‌زنیم. و میریزیم داخل قالب و میذاریم داخل یخچال. چیزکیکمون که خودش رو گرفت از قالب جداش میکنیم. طرز تهیه پاپ کورن کاراملی و اندازه ها و نکات رو داخل کپشن برات نوشتم. اگه از این آموزش خوشت اومد یه سر به پیجم بزن.